درونگراهای واقع‌گرا و مبادی آداب کیا هستن و چه ویژگی‌هایی دارن. توی ویدیوهای قبلی اومدم یه سری ویژگی‌های کلیشون رو گفتم، باشون آشنا شدیم. توی این ویدیو قراره که نقاط ضعف و قوتشون رو بگم که بیشتر بشناسینشون و اگه یه سی هم هستین دیگه نقاط ضعف و قوتتون رو آگاه بشین دیگه. پس تو من همراه باش. اول نقطه قوتاشون رو میگم. اولین نقطه قوتی که میخوام ازشون بگم اینه که آقا اینا چون خیلی استانداردهای بالایی دارن و کمالگران، دوست دارن همه کارا رو بهترین حالت خودش انجام بشه. به خاطر همین میان مثلا تمام ریز جزئیات کاراشون رو انجام میدن. همونایی که مثلا اگه قرار درس بخونن میان جز به جز کتابو میخونن و هیچی رو از قلم نمیندازن، اصلا اون کتاب رو میخورنشون. نمره‌هاشون هم اکثرا 20 میشه. خیلی خوب کاراشون رو انجام میدن، دقیق و طبقه بندی شده. ویژگی مثبت دومشون هم اینه که خیلی واقع‌گران، یعنی واقعیت و حقیقت رو به همه چیز ترجیح میدن. حتی اگه ناراحتشون بکنه ترجیح میدن که واقعیت رو بدونن و منطقی هم هستن، خیلی منطقی هستن. اگه قرار باشون صحبت کنین توی یه مسئله اینا رو توجیهشون کنین، حتما با دلیل و منطق صحبت کنین. اگه بخواید بیاید مثلا قضیه رو احساسی کنین و با احساساتتون صحبت کنین، اینا اصلا نمیپذیرن اون حرفایی که دارین میزنین. سومین نقطه مثبتی هم که دارن اینه که خیلی خیلی وظیفه شناسن. تو هر شرایطی باشن، دانشجو باشن، دانش آموز باشن، کار کنن، تو اون اصطلاحاً وهله زمانی که هستن وظایفشون رو خوب میشناسن و انجامش میدن، به وظایفشون پایبندن و مسئولیت پذیر هم هستن. یعنی اگه بهشون یه مسئولیتی بدین، یه کاری رو انجام بدن، سعی میکنن تمام و کمال اون کارا رو انجام بدن، حتی اصلا کوچیکترین چیزی رو قلم نندازن که یه وقتی مثلا نگین بهشون که آقا اینجای کارت مشکل داشتش. دوست دارم بهترین حالت ممکن کار رو انجام بدم. چهارمین ویژگی مثبتشون هم اینه که توی فعالیتاشون خیلی دقیقن. کلا آدمای با دقتی هستن و جزئیات کارا رو خیلی خوب انجام میدن و یادشون هم میمونه. یعنی حواسشون خیلی جمعه توی مثلا جزئیات کارا. من به عنوان یه آی که نقطه مقابله یه سی هستم، دقیقا جوری هم که اصلا به جزئیات اهمیت نمیدم و یه خوردم حواسم پرته کلا توی جزئی نگر بودن و انجام دادن جزئیاته. ولی سیاه همیشه جزئی نگرن. به نظر من یه آی همیشه باید یه سی کنارش باشه که حواسش به اون جزئیات باشن و یه جورایی همدیگه رو کامل کنن. پنجمین ویژگی مثبتشون هم اینه که وقتی یه اتفاقی میفته اینا همینطوری نمیان مثلا راجع به اون اتفاق نظر بدن. حالا این اتفاق میخواد تو زندگیشون باشه، میخواد تو اجتماع باشه، میان اول قشنگ آنالیز میکنن، تمام جوانبش رو در نظر میگیرن، حتی میرن مطالعه میکنن، تحقیق میکنن، بعدش میان اون شرایط رو توصیف میکنن، یه توضیحی راجبش میدن، همینجوری حرفی نمیزنن. ششمین ویژگی مثبتشون هم اینه که بعضی وقتا هم ممکنه دنبال راه حل‌های عملی و شدنی ولی خلاقانه هم بگردن. چرا تاکید میکنم رو عملی و شدنی؟ چون که خیلی آدمای خلاقی نیستن و میترسن از اینکه یه مسیر جدیدی رو انجامش بدن، یه کار جدیدی انجام بدن. ترجیح میدن کارهایی رو انجام بدن که قبلا امتحان شده، جواب مثبت گرفته شده و شدنیه. به خاطر همین اگه یه روش خلاقانه وجود داشته باشه که عملی و شدنی به نظر بیاد، استقبال میکنن، اوکیه. ویژگی مثبت هفتمشونم اینه که مثلا اگه بیاین توی کاری، توی حالا هر داستانی که هستش، یه سری اطلاعات خام بهشون بدین، یه سری اطلاعات پراکنده به اینا بدین، اینا قشنگ میان اون اطلاعات پراکنده رو براتون طبقه بندی میکنن و دقیق یه سری دیتاهای خوب بهتون میدن، نتیجه گیری میکنن و خیلی خوشگل از آب در میارن. هشتمین مورد، برنامه ریزهای خیلی خوبی هم هستن. یعنی چه برای دیگران چه برای خودشون خیلی قشنگ برنامه ریزی میکنن، بعد به برنامه ریزیشون هم متحد میشن و کامل بهش عمل میکنن. اگه عمل نکنن شب خوابشون نمیبره و از بی برنامگی هم متنفرن.
اصلا کارهای بی برنامه رو دوست ندارن انجام بدن. اگه سر کار میرن نیاز دارن که حتما یه برنامه دقیق، یه چارت مخصوص داشته باشن که طبق اون پیش برن. آدمایی هم نیستن که مثلا یهویی بهشون بگی بریم مسافرت مثلا بگن اوکی بریم، باید از قبل برنامه ریزی کنن. کلا آدم کارهای یهویی نیستن. خب بریم سراغ ویژگی‌های منفی یا نقاط ضعفشون که ممکنه بهشون ضرر برسه. اولیش اینه که زیادی چارچوب دارن و همیشه نیاز دارن که تو روابطشون و کاراشون یه سری مرزهای مشخصی وجود داشته باشه. خیلی وقتا هم بیش از اندازه به اطرافیانشون سخت میگیرن و محافظه کار و اینا عمل میکنن. این ویژگیشون باعث میشه که خیلی وقتا روابطشون محدود بشه و در نتیجه باعث بشه که رشد خوبی تو زندگیشون نتونن داشته باشن به خاطر روابط خیلی محدودشون. دومیش هم اینه که دنبال ایده و کارهای جدید نمیگردن. خودشونو به قوانین از قبل تعیین شده، روش‌ها و روندهای تکراری که وجود داشته محدود میکنن و این خیلی وقتا ممکنه خوبم باشه ها، ولی بعضی وقتا هم ممکنه یه سری آسیبای جبران ناپذیری بزنن بهشون. مثلا یه ایده‌ای بهشون میرسه، یه پیشنهادی بهشون میشه که ممکنه اگه اون کار رو انجام بدن خیلی رشد کنن، ولی مثلا به خاطر اینکه دوست ندارن کار جدیدی انجام بدن اون پیشنهاد رو رد کنن. مورد سوم اینه که بیش از اندازه به جزئیات اهمیت میدن و بعضی موقع دیگه خودشون رو گرفتار میکنن تو جزئیات. اون هدف کلی، اون تصویر کلیه رو کلا یادشون میره به خاطر اینکه درگیر جزئیاتن. مثلا میخوایم برین سفر، اینا انقدر درگیر اینن که چی ببرن، کجا برن، چقدر بمونن، نمیدونم فلانی اون کارو نکنه، فلانی اینجوری نباشه، میخوان بهترین حالت ممکن باشه از روی کمالگراییشون که اصلا هدف کلیه رو یادشون میره که اینا میخوان برن خوش بگذرونن، انقدر نباید به خودشون سخت بگیرن. مورد چهارم همیشه ترجیحش اینه که احساساتشو بیان نکنه، یه خورده دور از اون دیفالتیه که از خودش داره. ولی خب اینم بگم با آدمای شفافی هن، نمیتونن نقش بازی کنن، مثلا تو روز یه جوری باشن که انگار دوستت دارن یا مثلا تو روز یه جوری باشن که انگار خیلی باهات خوبن ولی بد باشن. نه، هر جوری هستن باهاتون همونم نشون میدن. مورد پنجم هم اینه که وقتی با کسی بحثی دارن که حتی اگه حق با خودشون باشه ترجیح میدن که بحث نکنن و از مواضع خودشون کوتاه بیان. اصلا تو مود کلکل هیچ وقت نیستن، مگر اینکه طرف اصلا دیسی باشه تایپ شخصیتیش، یعنی دی هم داشته باشه که دیا کلا خیلی کلکلیان، دوستان کلکل کنن، دوستان حرف خودشون رو به کرسی بشونن. اگه طرف دیسی باشه و آیتم دیش بیشتر از سیش باشه اون موقع چرا آدم کلکلی میشه، ولی خود سیا نه، اصلا آدمایی نیستن که بخوام باهاتون کلکل کنن. یه مورد دیگه این که اون دسته از آدمایی که دیدین همش دارن کار بقیه رو چک میکنن، اونا قطعا سیاه هستن، همش میخوان کار بقیه رو چک کنن که مطمئن باشن همه چی کامل و عالی و دقیق داره پیش میره. تو مدرسه هم اکثر شاگرد ممتازا جزو سیاه بودن، اونایی که همش دنبال نمره 20 بودن اونا یعنی سیشون خیلی بالا بود، یعنی کمالگرایی خیلی زیادی داشتن. اکثرا هم بقیه رو تشویق میکردن به درس خوندن، یعنی اگه با یه نفر که بی خیال بود میشستن صحبت میکردن همش در حال این بودن که درس بخون، اینجوری کن، بیا اصلا من بهت یاد بدم. حالا چه خصوصیاتی هستش که باعث تحسین بقیه میشه؟ اولیش اینه که اینا خیلی خوب تجزیه تحلیل میکنن، بعد استانداردهای بالایی هم دارن و باعث میشه که کارا رو بهترین حالت ممکن انجام بدن به خاطر این دو تا ویژگی که دارن و تحسین بقیه رو برمیانگیزه. مورد دوم این که خیلی وظیفه شناسای خوبی هن. اگه یه برنامه بهشون بدی به این برنامه قشنگ متحد میشن و کامل انجامش میدن، وسطش نمیگن که آخ نمیشه نمیتونم و اینا، وسط برنامه ول نمیکنن داستانو، تا آخرش انجام میدن. اینم باعث میشه که بقیه خوششون بیاد این ویژگیشون. اصطلاحاً اراده خیلی خوبی دارن تو انجام کارا و میخوان تمام و کمال همه چی انجام بشه. مثلا اگه یه جایی هم کار میکنن که اونجا یه سری قوانین و مقررات ثابت داره، خیلی به اون قوانین پایبندن و انجامش میدن قشنگ. مثلا تو مدرسه و دانشگاه و اینا هم همینطور به اون قوانینی که وجود داره کاملا پایبند میشن. یه سری جالب اونایی که مدرسه بودیم انتظامات بودن، اونا همشون سی بودن بلا استثنا، یعنی
همشون آدمایی بودن که سی داشتن، میخواستن نظم بدن، جدی بودن کاملا، اصلا ازشون میترسیدادم. مورد بعدی هم اینه که خیلی خود منظمن. یعنی چی؟ یعنی خودشون میان به صورت مستقل به کاراشون نظم میدن بدون اینکه کسی نیاز باشه به ایشون بگه اینو تمیز کن، اینو بذار سر جاش، نمیدونم این کارو انجام بده، اون کارو انجام بدن. نه، اصلا اینطوری نیستن. خودشون به تنهایی خیلی منظمن، به کارشون نظم میدن و همه چی هم انجام میدن. اگر مثلا یه خواهر برادر شلخته داشته باشن که اتاق هی نامرتب کنه، مدام دارن غر میزنن، چون اینا همیشه همه وسایلشون سر جای خودشه. بعد آدمای جدی هستن، این جدی بودن رو تو انجام کارا هم دارن. خیلی با هدف و با انگیزه کاراشون رو انجام میدن. بعد چون جدی هم هستن، اصلا تم شوخی توشون وجود نداره. مثلا اگه بخوان سعی هم کنن که آدم شوخی بشن و شوخی کنن، بیشتر بیمزه میشن تا مثلا با مزه. توی هنر، موسیقی، شعر، فلسفه و اینا هم درک خوبی دارن و استعداد دارن توشون. بعد صداقت و شفافیت خیلی خوبی هم دارن. درکشون خیلی بالاست و تو رابطه عاطفیشون آدمایی هستن که اصولا پایبندن و وفادارم هستن. همیشه هم سعی میکنن راستشو بگن، دروغ کم میتونن بگن. حتی اگه به ضررشون هم تموم بشه، ترجیح میدن حقیقت رو بگن. یه ویژگی دیگه ای هم که اکثرشون دارن اینه که آدمای ولخرجی نیستن. برای پولشون خیلی خوب برنامه ریزی میکنن و یه ذره ذهن اقتصادیشون رو به کار میندازن. بعد خیلی حسابدارای خوبی هم میشن. خب یه سری ویژگی هم توشون وجود داره که باعث اذیت و آزار دیگران ممکنه بشه. اولیش این که اینا خیلی اخمو و عبوس تشریف دارن. یعنی آدمای خوش اخلاقی نیستن، بیشتر خودمحورن تا مردم محور. واسه هم یه ذره تون مزاجن دیگه، ممکنه خوب با آدم‌ها ارتباط نتونن بگیرن. یعنی کلا آدمای اجتماعی نیستن. بعدش هم اینه که چون خیلی کمالگرا هم، ممکنه از اون ور بوم هم بیافتن دیگه. کمالگرایی همیشه خوب نیستش. غیر مثبتن، ویژگی‌های منفی بقیه رو میبینن، همیشه دنبال نیمه خالی لیوان میگردن و آدمای منفی نگری هستن بیشتر. خیلی هم سختگیر و قانونمندن. یعنی انقدر قانونمندن که آدم جرئت نداره پیش اینا یه ذره از قوانین سرپیچی کنه. آدمای بخشنده‌ای هم نیستن. یعنی اگه یه اشتباهی کسی رخ بده، به این سادگی ها از اون اشتباه نمیگذرن و فراموش نمیکنن. بعد خیلی هم با وسواس برنامه ریزی میکنن. بعضی موقع انقدر دیگه این وسواسیتشون و کمالگراییشون زیاد میشه توی برنامه ریزی کردن که یه ذره غیر واقع گرایانه ممکنه به نظر بیاد اون برنامه‌ای که دارن. دیگه بیش از اندازه ممکنه دقیق باشن خیلی وقتا و این بیش از اندازه دقیق بودنه برای اطرافیانشون آزاردهنده بشه. احساساتشون هم بروز نمیدن. خیلی احساساتشون رو سعی میکنن مخفی کنن. بعد خیلی سخت و خیلی دیر خوشحال میشن. یعنی کم میبینین که اینا برای یه چیز ذوق کنن، خیلی خوشحال بشن و اینا. بعضی وقتا هم ممکنه یکم گوشه‌گیری کنن و قهر کنن حتی. مورد بعدی این که درد و قصه هاشونو خیلی سخت فراموش میکنن. اهل انتقام هم هستن، یه خورده کینه‌ای هن. یعنی تم کینه‌ای رو دارن تو خودشون و اون انتقام هم که میگم اینجوری نیست که مثلا من طرف بکشن، خدایی نکرده. اینجوری هم که کلامی مثلا یه مسئله پیش میاد تو ذهنشون نگه میدارن به موقعش یه جایی یه حرفی میزنن که اصطلاحاً دیگه طرف واقعا آتیش میگیره. طرف مثلا میگه بیا منو بزن، ولی این حرف که به من زدی واقعا منو آتیش زدی. اون دسته آدمایی که زبونشون نیش داره. مورد بعدی این که ممکنه بعضیاشون یه خورده نگران و مضطرب به نظر برسن. همیشه اونایی که سیشون دیگه خیلی بالاه اینجوری هن، برای هر چیزی استرس بگیرن، بدبینی کنن، بعد بترسن. مثلا میخوان سوار تاکسی بشن، 1000 تا فکر منفی میاد تو ذهنشون. نکنه این منو بدزده، نکنه نمیدونم از من دزدی کنه، نکنه منو ببره بکشه فلان کنه و اینا. این مدلیه. بعد زنگ میزنن به این و اون، غر میزنن، میترسن و اینا. بقیه مثلا اینجوریه که خب فازت چیه الان؟ سوار تاکسی شدی یا سوار اسنپ شده دیگه، مثلا یعنی چی؟
خب اینا اون سیاه. کار عملی انجام دادنم براشون خیلی مثلا راحت نیست. بیشتر دوستان بشینن تجزیه تحلیل کنن، مدیریت کنن، برنامه ریزی کنن و اینا تا مثلا کار عملی انجام بدن. خیلی کار عملی رو دوست ندارن. و کار گروهی هم همینطور، یعنی کار گروهی هم اصلا دوست ندارن. اگه توی گروهی قرار باشه کار کنن ممکنه بقیه اون گروه رو اذیت کنن چون خیلی کمالگرایی به خرج میدن. دوست دارن خودشون به صورت مستقل 0 تا 100 یه چیزی رو انجام بدن. حالا بریم سراغ بزرگترین ترس سیاه. بزرگترین ترس سیاه اینه که کار و تلاششون مورد انتقاد قرار بگیره و یکی بیاد مثلا بگه که اینجاش ایراد داره، این مشکل داره و اینا. خیلی ناراحت میشن. به خاطر همین همیشه تمام تلاششون رو میکنن که همه کار رو به بهترین حالت ممکن انجام بدن و دیگه حرفی توش نمونه. حالا چه مسائلی، چه چیزایی اصلا به سیاه انرژی و انگیزه میده؟ اولیش اینه که استانداردهای سطح بالاشون رعایت بشه تو هر زمینه‌ای که میخواد باشه. و اینکه ارتباطات کم ولی با کیفیت زیادی داشته باشن. کارهای جزئی هم انرژیشون رو زیاد میکنه. دوست دارن که کارهای جزئی انجام بدن و اینکه اگه بیان به اطلاعاتی که دارن هم یه نظم منطقی بدن و طبقه بندیشون هم کنن خیلی خوشحالشون میکنه و خیالشون رو راحت میکنه. وقتی هم که قرار کاری کنن باید حتما روش‌های کاربردی برای انجام اون کار وجود داشته باشه که تایید شده است، وگرنه استرس میگیرن. اگه مثلا هیچ روش قبلی وجود نداشته باشه استرس میگیرن و ترس وجودشون رو میگیره. باید مطمئن باشن که اون کاری که دارن انجام میدن تا آخر انجام میشه، مشکلی پیش نمیاد. وقتی از این چیزا مطمئن باشن هم حالشون خوب میشه و انرژی میگیرن. خب حالا بهتره که با این افراد سختگیر و درونگرا چطوری رفتار کنیم؟ اولین چیز این که حواستون باشه کارهایی که اینا رو ناراحت میکنه انجام ندین. مثل چی؟ مثل اینکه وقتی قرار یه چیزی براشون توضیح بدین حتما جزئیات اون مسئله رو بیان کنید. جزئیات سرباز نزنید چون ناراحت میشن. دومین چیز که خیلی مهمه این که اصلا خوششون نمیاد کسی تو مسائل خصوصیشون و زندگیشون دخالت کنه. به هیچ عنوان این کار انجام ندین و وارد زندگی خصوصیشون نشین. مورد بعدی این که اگه ازتون یه سوالی میپرسن توقع دارن که با توجه بهشون جواب بدین، خیلی دقیق بهشون جواب بدین. اگه مبهم و با حواس پرتی بخواید باشون صحبت کنین و جوابشون رو بدین باز حالشون رو بد میکنه و اعصابشون میریزه به هم. و اینکه همینجوری از خودتون یه حرفی نیاین بهشون بزنین اگه مطمئن نیستین. حتما وقتی دارین حرف میزنین با دلیل و مدرک صحبت کنین. بزنین رو حرفتون حساب باز کنن. و اینکه دوست دارن که اگه یه انتظارات خاصی برای بینتون باشه شما انتظاراتتون رو خیلی شفاف بیان کنین. تفره نرین، شفاف بیان کنین. اصلا هم ناراحت نمیشن. وقتی هم که کاریو بهشون میسپرین تنهاشون بذارین تو تنهای خودشون با دقت کامل انجامش بدن. مطمئن باشین از پسش خوب برمیان. توی کارم اینا کسایی هستن که از اشتباهاتی که ناشی از بی‌دقتی باشه و ناشی از بی‌فکری باشه بیزارن. از جوابای غیر منطقی و غیر شفاف هم اصلا خوششون نمیاد. پس منطقی و شفاف باشین صحبت کنید. دوستان سی‌های عزیز هم مثل تمام تیپ رفتاری‌های دیگه نیاز دارن که یه سری تغییرات مثبت تو خودشون ایجاد کنن که زندگی با کیفیت تری داشته باشن. اولیش این که اینقدر تو ارتباطاتشون سخت نگیرن و اجتماعی تر بشن. سعی کنن بقیه رو با توانایی خود اون آدمه بسنجن نه با توانایی خودشون. منفی اندیشی هم کمتر کنن و سعی کنن مثبت اندیشتر باشن. ایرادگیریشون هم کم کنن. حواسشون باشه به کمالگراییشون که این کمالگرایی منفی نشه. یعنی چی؟ یعنی که باعث به تعویق انداختن کارا و عدم رشدشون یه وقتی نشه. اجازه ندن که بیش از اندازه تو جزئیات غرق بشن و از اصل اون داستانه جدا بیافتن. خب دوستان من بازم سعی کردم توی یه زمان کوتاه بیشتر ویژگی سی‌ها رو بگم. خیلی مبحث گسترده‌ایه. با من همراه باشین که تیپ رفتاری خوب یاد بگیرین.
دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی، خدافظ.